رزمنده مشهور MMA محمد هیبتی معروف با لقب ایرانی داغستان در یک مراجعه ویدیویی از مقامات تاجیکستان خواست که رقیب سرسختی او چهارشنبه را ببخشند و آزاد کنند. ما همیشه به اشتباه راه میدیم. همه گناه دارد، کسی بیگناه نیست. بله چهارشنبه هم عملهای ناخوب داشت ولی او اصلاح شد و وقتی که پرچم تاجیکستان را برداشت آدم خوب شد. از شما مردم و حکومت تاجیکستان خواهش میکنم که چهارشنبه را ببخشید، بگذار او برگردد و به ورزش مشغول شود. امیدوارم و من این را از صمیم قلبم میگویم که همه چیز خوب میشود و ما بالاخره به دیدار هم خواهیم رسید. اظهار داشت در مراجعتش محمد هیبتی. چهارشنبه در ساحه ورزش MMA به نام اورج معروف است ولی مخلصانش او را گرگ پامیر لقب دادند. او میبایست ماه فوریه سال 2021 با محمد هیبتی رقابت کند ولی نشست خبری آنها به مناقشه و زنوزنی پیچید و هیبتی که امروز به حمایت از رقیبش صدا بلند کرد آن وقت میگفت که در پی این مناقشه با چهارشنبه از یک پاره گوشش محروم شده است. یادآور میشویم در اول ماه دکامبر مقامات گبدده مسکو رزمنده MMA از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه را بعد قریب نیم سال با بهانه هنوز ماه ایول با سرعت بلند راندن ماشین دستگیر کردند و دادگاه نویه استانکنا حکم اخراج او از روسیه را برآورد و 29 دکامبر بعد رد شدن شکایت چهارشنبه از سوی دادگاه شهر مسکو او را به تاجیکستان فرستادند. چهارشنبه را در فرودگاه دوشنبه کارمندان امنیت پیشواز گرفتند و با خود بردند. بعدتر دادستانی نویه شامنصور خبر داد که چهارشنبه را به حبس گرفته به ضدش بر اساس ماده های 189 و 307 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام برانگیختن کینه و عداوت بین ملت‌ها و محل‌ها و دعوت‌های عمومی با تغییر ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند.